بازار پنجشنبه در شهر خوجند جای اساسی است که ساکنان مرکز ولایت سوغد برای آراستن دسترخوان‌های عید رمضانی از آنجا خرید می‌کنند. بخش سبزوات فروشی بازار سر آدم و سودا گرم است، چون که ساکنان برای طعام سنتی جشن رمضان پلوی تاجیکی سبزواتی تر و تازه خرید می‌کنند. کیلوش 3 کیلو 4 سوم 3 سوم. سبزی ها 1 کیلو. سبزی قیمت برای وای. امسال کم شده است چی؟ روز به نگاه کدام نرخ میبردارای. روزی عید بسیار برای همین برداشت همین نرخ. رهبر هاشیمووا معلمه یکی از مکتب‌های خوجند است و میگوید برای آراستن دسترخوان عیدانه رمضان همراه پسرش که نیز کارمند معاشگیر است خرید می‌کنند، چون که خرید عیدانه به کیسه یک نفر گران می‌افتد. ترمیوه جدا قیمت شده است. 1 کیلو شفتالو 14 سوم 12 سوم. 2 روز پیش کیلوز قریب 12 بود، حاضر نرخ بینم 23 سوم. در بازار نرخی از همه بلند از میوه خشک، پیسته و بادام و مغز و زردآلو است. شاید از همین رو در رسته‌های میوه خشک فروشی خریداران انگشت شمار به نظر می‌رسند. معاش میگیریم معاش میگیریم. بله. این نرخ 10 وینو. چقدر معاش میگیرید؟ معاش همین زور 600 700 سوم میگیرم. این نرخ میوه چقدر است میوه خشک؟ میوه 1 کیلو میوه خود 40 سوم، 1 کیلو میوه 80 سوم. در آستانه عید و جشن‌ها از جمله عید رمضان در بازارهای تاجیکستان فروشندگان عادتاً نرخ محصولات غذایی را بالا میبرند. با وجود تاکید و درخواست‌های به تکرار مقامات که به خاطر ثواب در روزهای جشن نرخ مال‌های خود را بلند نبردارند، فروشندگان از روی قاعده بازار بردارد زم کن نبردارد کم کن عمل می‌کنند. در عرفه عید رمضان فروشندگان بازار پنجشنبه نرخ گوشت بی استخوان را از 36 تا 38 سومانی و بالاتر از آن و برنج و سبزی و کرم و بعض میوه ها مثل شفتالو و انگور را کمی بالا بردند، ولی ارزش پمیدار و بادرنگ به تغییر مانده است. نظر به سالهای پیش امسال ارزانی میوه بسیار. بازار پنجشنبه خوجند جایی است که خریدار کم پول هم برای خود محصولات اساسی غذایی را با نرخی پست‌تر پیدا کرده می‌تواند و برای آراستن دسترخوان جشن عید فطر به خانه نزد زن و کودکان دستی خالی بر نمی‌گردد.